در راستای رشد فرهنگ محصولات وطنی دیگه تمامش که همیشون سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به ویدیوی یکی دیگر از نمایشگاه صنعت فرهنگ افغانستان. امروز روز سومی و پایان نمایشگاه فرهنگ و صنعت افغانستان است و من خواستم که از امروزم یک ویدیو داشته باشم به خاطر که بسیار چیزای مقبوله به نمایش ماندن و این خاطر خواستیم که بازم از تمام صنعت ها و هنرهایی که امروز به نمایش ماندن به شما یک ویدیو داشته باشم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت ببرین و خوشتون بیایم. میبینید در این قسمت که همه صنایع دستی زنان افغانستان به نمایش ماندن که همه کلشان به دست کار شده، بسیار مقبول و زیبا، از گند افغانی گرفته تا شالهای عروس. ایران نمیفهمم که چی گفته میشه، اما شاید شال یک چیزی باشه. خب در این قسمت امروز مکمل گندای افغانی است، لباس های افغانی هستند که به نمایش ماندن. خب همین قسم میبینم، ویدیو میگیرم باش ببینم که کسی به مصاحبه حاضر میشه یا خیر. خب این لباس افغانی که بسیار توجه بسیار جلب کرد، کاملا زنایزون کردم. این قسمت لباس های طفلانه بسیار مقبول زیباست، خودشان با دست کار شده. همچنان در این قسمت شاید به خودی راش بده کار شده. همین قسم میبینیم که در این قلب هم از دواهای یونانی برنامه‌اش مونده. از اصل گرفته دیگه تمامشون دوای یونانی هستن که من اسمش نمی‌فهمم که چی است و شاید هم مسئولش که باشه در بتون دیگه. خب این قسمت از صنایع دستی افغانستان برنامه‌اش مونده که می‌خوایم امروز بیادرها مصاحبه داشته باشیم که درباره محصولات خود به ما معلومات بده. بیادر سلام علیکم. واسه سلام. در نخست می‌خوایم یک کوتاه صحبت داشته باشم و درباره محصولات. استاد ظاهر نوری هستم از ولسوالی جن ولایت بدخشان. بسیار خوب. دیگه مسئول قالین بافی شهر گلان که قالین بافی شهر گلان در ولایت بدخشان تقریبا 4 سال به این طرف فعالیت شروع کرده. من از اینکه خودم قالین باف بودم، مسلکم بود، می‌خواستم که قالین بافی را برای مردم بدخشان یاد بدم. 4 سال میشه که در این راستا زحمت کشیدیم. الحمدلله که به حمایت بعضی مؤسسات کمک کننده و با تشویق بزرگان و رئیس صنعت تجارتی ولایت بدخشان و بزرگایی که در رأس هستند تشویق ما کردن و ما توانستیم که تا به جایی برسیم که امروز تولیدات ولایت بدخشان که از قالین بافی شهر گلان است در اینجا آوردیم و نمایش گذاشتیم و این نمایشگاه از طرف مؤسسه محترم UNDP راه اندازی شده که از دفتر محترم UNDP جهان سپاس تشکر میکنم برای از اینکه واقعیت دفتر محترم UNDP برای ما در راستای کاروبارمان بسیار حمایتمان کرد، بسیار کمکمان کرد. تقریبا $10,000 برای ما وسایل خریدن و پیسه را وسایل ما خریدیم، وسایل اونا پیسه دادن آوردیم. دیگر در گذشته یک مقدار دستگاه قالین برای ما کمک کردن. دیگر نهایت از تمام مؤسسات خارجی، از تمام نهادهایی که در رابطه در راستای رشد فرهنگ دیرینی مردم افغانستان که همان تولیدات وطنی و خصوصا مسئله قالین بافی است تقویت میکنن، ما را تشویق میکنن. یک جهان سپاس تشکر میکنم از پیششان. و قالین در این شکی نیست که در بازارهای جهانی جایگاه خاص خود داره و قالین افغانستان یعنی طلای افغانستان است که هیچ وقت ارزش پایین نیامده و نمیآید. اما با تاسف که یک مدت زمان به این طرف چون بازار فروش نداریم، ما دهلیزهای هوایی بند شد، خصوصا بعد از آمدن شیوع مرض کرونا که برای خودتان معلوم که چندین سال دروازه بند شد، قرنطینه بود. در رد از او باز جنگ‌های اخیر شدت پیدا کرد، بالاخره تغییر نظام آمد. 1 سال بعد از تغییر نظام هم کدام امیدواری دیگه وجود نداشت، اما این 1 3 سال 4 سال به این طرف می شود که خدا را شکر حکومت ما برحال شده، دیگه توجه در راستای تولیدات صورت میگیرد، در راستای صنایع دستی صورت میگیرد و امیدوار هستیم که این توجه و این نمایشگاه ها نه تنها در داخل کشور بلکه در بیرون کشور برای ما زمینه سازی بکنن تا ما اموالمون را به اونجا انتقال بدیم، بازار خود پیدا کنیم، مشتری پیدا بکنیم تا اینکه کاروبار ما رونق بگیره. بسیار زیاد عالی.
تا امروز که روز آخری است یا روز سومی است نمایشگاه، کدام فرمایش یا آردری از کسایی که اشتراک کردن گرفتین یا خیر؟ نه خیر، با تاسف کدام فرمایش آردر خود نگرفتیم. فروشات خوب است، یک دونه جای نماز بعضی چیزا فروختیم اونجا دیگه. ولی الان فکر میکنیم یک روز دیگه هم نمایشگاه به نظرم تمدید شده. همین رقم گفتن پیشتر برای ما که پیشتر یکی از مسئولین میگفت که یک روز دیگه هم تمدید کردن به خاطر خواهرایی که از بدخشان آمدن، چون فاصله شان بسیار دور است. از این فاصله 2 روز 3 روز نمایشگاه باز یک روز گویا برای ما امتیاز دادن و بسته همین نمایشگاه یک روز دیگه تمدید کردن به نظرم. بسیار خوب. یعنی فروشات داشتین در جریان 3 روز؟ خوب است، تا جای غنیمت است. دیگه اصلا رسانه‌ها میآیند بعضی معرفت و تعارف دیگه صورت میگیره. بسیار زیاد تشکر بیادر عزیز. سلامت باشید. خب می‌بینیم در قسمت هم صنایع دستی است که از طرف زنای افغانستان ساخته شده، کارشان کار دست است، زیبا ظرافت و خلاقیت به کار برده شده، با موزیگاییش به نمایش گذاشته شده. اینجا می‌بینیم که همه‌شان محصولات افغانی و صنعتی زنای افغانستان است که خودش یک زیبایی فرهنگ مردم ما را به نمایش می‌ده. و در قلفی پهلو هم همچنان پلو کباب، دوای یونانی نمایش داده شده. امروز که ویدیو میگیرم کامل زیادترش لباس‌های افغانی، برندهای افغانی است که به نمایش ماندن، چون در دو سالشون به زن‌ها به نمایش ماندن که سالن قبلش بسیار زیادتر ویدیو قبلی که بود برندهای افغانی نبود، اما امروز می‌بینیم که مکمل برندهای افغانی، قالین‌های افغانی را به نمایش ماندن. همچنین بعضی دواهای یونانی را با بادوشگاه می‌بینیم. در اینجا کلفی بدیل می‌بینیم که تمام ترشیگاه هستن که مسئولشون یک بیادر است و ما می‌خوایم از امر بیادر ما گفت بزنیم درباره محصولات خود و ما کمی معلومات بدن. سلام علیکم بیادر عزیز، خوب هستین صحتمند؟ خب در نخست می‌خوایم کمی خودتون معرفی کنید درباره محصولاتتون بگوین. کم بلندتر اگر گپ بزنیم بهتر میشه. محصولات تخار اومدن دیگه. نمی محصولات وطنی است دیگه، تمامش هرچی که میبینیم در تصویر کمر وطنی است. خودی وطن است، خانم‌ها جور میکنن، مردم جور میکنن، خانم‌ها دقیقش هستن، اکثر هم خانم‌ها هستن. یا خود شما ساختین یا کسی دیگر خانم‌ها ساختن؟ خانم‌ها هم بیخیریم، کارگاه هم نمیشه. خب از کارگاه دارین، شرکت دارین؟ مربا و ترشی چیزا کلش مکمل دارین؟ آدرس کارگاهیتون هم میتونین بگین؟ تخار است. خب در ولایت تخار هستن. شما فروشات در کابل دارین یا نه؟ فروشات داریم در فصل رمضان، در ماه رمضان. در ماه رمضان. در ماه رمضان فروشگاه دارم میفروشم. در جریان سال دیگه ندارین؟ خب یعنی تولیداتون در ماه رمضان زیاد میشه که تا به کابل هم وارد روان کنید؟ بسیار زیاد تشکر بیادر عزیز. اسم محمد ندیم رحیمی است، مسئول ارتباطات کمپانی جاینمارک. درست است. درباره محصولاتون که به نمایش ماندین کمی معلومات بدین که ساخته شده دست خود شماست یا از کدام شرکت است یا کدام دوستان؟ چطور؟ بسیار خوب. اولتر از همه باید براتون بگویم که ما این اسباب را که اینجا ماندیم فقط چون مرتبط با کار ماست که ماندیم ساخته دست ما نیست، کار ما مربوط به این نمیشه. کار ما در قسمت چک تکنیکی موتر است. جاینمارک یک کمپانی جهانی است که ما عملا نمایندگی زیر جدیداً در شهر کابل افتتاح کردیم، ایجاد کردیم. در 6 کشور جهان فعالیت داریم. ما در قسمت چک تکنیکی موتر هر آن چکی که نیاز باشه در قسمت چک انجین، چک بریک، چک حصه های داخلی و خارجی، از لحاظ از اینکه یک فرد مطمئن شود که موترش آیا کت است، شاسیش تغییر خورده یا نخورده، رنگش رنگ اصلی کمپانی هست یا هر آن نواقص دیگری که در یک وسیله نقلیه باشه، ما او را تشخیص میکنیم و مشکلش به فرد میگیم. این کار کمپانی جاینمارک است که عملا در کشورهای جهانی و با این نمایندگی که فعلا در کابل داریم ما انجام میدیم. بسیار خوب. فعلا موترکایی که به نمایش ماندین ای اتومات هستن یا چطور کار میکنن؟
خوب این موتورها هر کدامش نوعیت و کیفیت خود داره. ما قسمی که بازم گفتم که چون فقط مرتبط با کار ماست، ما را فعلا اینجا گذاشتیم که ما در این بخشیانه کار میکنیم. در بخش وسایل نقلیه کار ما فقط داینامارک در قسمت چک تخلیقی موتور هست. هر فردی که مثلا از این میخواد مطمئن شود که موتورش چی مشکل داره، یا یک فرد یک موتور جدید خریداری میکنه میخواد بیاید پیشمون رو چک بکنه تا مطمئن شود از اینکه پول رو که به خاطر خرید از موتور میته مطمئن است و او رو به جای درست میته، میای پیشمون ما تمام چک تخنیکی موتورش برش انجام میدیم و در اخیر برش یک راپور مکمل از وسیله نقلیش تهیه میکنیم که موتورش دارای عوارض است و دارای عوارض نیست. بسیار زیاد تشکر بیادر عزیز. تشکر از شما.